یک خانمی پیام داده در رابطه با اینکه من اینجوری برداشت کردم که ایشون از روابط خیلی ترس داره. طبق چیزی که از پیامشون من متوجه شدم الان تقریبا تنها و این تنهایی انتخاب شده نیست. فرار کردن به سمت تنهایی از ناچاری، از ترس روابطی که نمیدونه این رابطه آیا توش گناهه، از این رابطه حس گناه میگیره، آیا این رابطه بهش آسیب میزنه. برداشتی که من دارم، من چون این تجربه رو خودم داشتم، ببینید یک جوری ما الان هم دوره ایم، هم سنیم. یعنی مخاطبین من کسانی که بیشترشون دهه 60 و شاید 70. بچه بودیم واقعا، تو زمان بچگی انتخاب دیگه نداشتیم. یه جوری ما رو مسئول میدونستن. خود منو مسئول حال خوب خواهر و برادران میدونستن. وقتی بچه بودم پدر و مادرم میخواستم برم مهمانی، مثلا عید دیدنی، با 6 بچه بودیم، به من میگفتن که باید مواظب باشیم، ما میریم میاییم، کسی با کسی دعوا نکرده باشه، کسی گریه نکرده باشه، کسی دستشون نبریده باشه. خلاصه کیفیت حالشون انگار وابسته به حضور من بود. مواظبشون باشم. عیده، حال اینا باید توی سطح خوبی باشه. انتخاب دیگه نداشتم، صادقانه بگم. نمیتونستم بگم نه. خب امروز 3 فروردینه، دوست دارم برم برای خودم بازی بکنم، به خودم برسم، خرید بکنم، با دوستان برم پارک، بگردم، کوه برم. حقیقتا من نمیتونستم اینو مطرح بکنم. هیچ راهی به غیر از این نداشتم که فرامین اولیامو انجام بدم و مواظب حالشون باشم. اما الان تمام شده، این دوران گذشته، انتخاب زیاده و تو دوره الان انسانیت از همیشه به نظر من ارزشمندتره. هیچ انسانی مسئول حال خوب نگه داشتن هیچ انسان دیگه نیست. هیچ کسی این مسئولیت رو نداره که وظیفش این باشه که حال خواهرش و برادرش و پدرش و مادرش رو خوب نگه داره. اصلا الان اینجوری فکر میکنم ما مسئول حضور با کیفیت هستیم. مسئولیت من وقتی با مادرم پیش میاد که در ارتباط باشم، تلفنی باهاش صحبت بکنم یا حضوری ببینم، مسئول این نیستم که حالش رو بهتر بکنم. مسئول اینم که یک استاندارد خوبی رو توی رابطه از خودم نشون بدم. و فکر میکنم وقتی ما حال خودمون توی یک استاندارد بالاییه، اونا هم ناخواسته ریشه از درون حالشون بهتر میشه. اگرم نشه، خب این مأموریت خودشونه. واقعا انسان ها انقدر، همه انسان ها انقدر درونشون زخم دارن، دنیای بزرگی دارن که شاید اگر تا ابد هم زنده باشن، کشف کردن خودشون باز تموم نشه. همه انسان ها. پدر من وظیفه ای نداشت مثلا حال پدرش رو خوب نگه داره، حال مادرش رو، حتی حال زنش رو. اما این وظیفه رو داشت که وقتی با زنش تو ارتباطه، یک استانداردی که میتونه واقعا اجرا بکنه با اون حد از تواناییش نشون بده، با اون زمانی که در اختیارش بود، اون امکانات، اون شرایط، استاندارد خودش رو رعایت بکنه. همین دیگه، بقیهش همینه دیگه. زندگیه. مثل همین الان من بیام تو پیجم زور بزنم که بخوام حال شما رو خوب نگه دارم، مثلا یه کار خیلی سطحیه، به اصطلاح کنسله. وقتی میام جلوی دوربین که برای شما پیام بذارم، خودم رو موظف بدونم استاندارد خودم رو رعایت بکنم که برای خودم صداقت، راحتی، واقعی بودن تعریف کردم. من وظیفه دارم اینا رو رعایت بکنم. کاری ندارم مخاطبم گوش میکنه، گوش نمیکنه، قبول میکنه، قبول نمیکنه، راجبش فکر میکنه، ردش میکنه، تحلیلش میکنه، ادیتش میکنه، عمل میکنه، یادداشت میکنه، فراموشش میکنه. اصلا هیچ کدوم از اینا دیگه من اصلا باش کاری ندارم. اونجا دیگه به من ربطی نداره. به تاریخ امروز این محتوا از نظر من صادقانه ترین و با کیفیت ترین نسخه امروز همه که در اختیار توسط مجازی در اختیار جهان قرار میدم. دیگه من وظیفه‌ای ندارم ببینم که کدوم قسمت از جهان بر میداره، بر نمیداره، خوشش اومد، خوشش نیومد. به خدا تعریف من از یک رابطه با کیفیت اینجوری شروع میشه. الان شما مسئول این نیستید که حال هیچ کس رو خوب کنید.
اون کسی رو که مسئولشین تا حالش خوب کنید خودتونید و انسانی، مگه نه؟ جوری حال خودتون رو خوب کنید که خدا شما رو لایک کنه. اصلا فقط باید خدا شما رو لایک کنه، مگه نه؟